بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تمام خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل یعنی یعقوب خودش پیش از این که تورات نازل شود بر خود حرام کرد. بگو پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید اگر شما صادق هستید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس هر کی بعد از این دروغی را به خداوند نسبت دهد پس آن گروه واقعا ستمگارند. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو خداوند راست میگوید پس کیش ابراهیم یکتاپرست را پیروی کنید و او از مشرکان نبود. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حقا نخستین خانه که برای مردم قرار شد همان است که در مکه مبارک است و مایه هدایتی است برای جهانیان. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آن نشانه های روشنی است و از جمله مقام ابراهیم هر کسی در آن درآید در امان می باشد. برای خدا بر مردم حج خانه کعبه فرض است برای کسی که توانی رفتن به سوی آن را دارد و کسی که کافر شود پس بیگمان خداوند از همه جهانیان بی نیاز است.